سلام بچه‌ها، به یه چند دقیقه سینمای دیگه با من یعنی نگین ذاکری خیلی خوش اومدی. آقا من امشب میخوام یکی دیگه از سالادای رژیمی پروتئینیمو بهتون یاد بدم و اینکه یه فیلم دیدم برای سال 2024 بود، The Real Pain. کارگردانش هم جسی آیزنبرگ بود که کران کالین بازی میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم که بخوام راجع به این فیلم بگم نمیخوام حالا خیلی سلیقه خودم هم میگم، ولی یه فیلم کاملا شخصیت محوره، دیالوگ محوره، یه فیلم خیلی مینیمالیستیه. دومین کار این کارگردانه. این کارگردان توی سریال شبکه اجتماعی چی بود؟ سوشال نتورک بازی میکرد. یکی از بازیگراش هم توی سریال چی بود؟ سکسشن یا همون براس یا جانشین. خیلی دوست داشتم اون سریال بازی میکرد. ببین اون شخصیت هایی که کران کالین که دقیقا همون بود، اینا همون که از تو همون سریال براس برداشته بود همون شخصه بازی میکرد و اینا، ولی خب خود جسی آیزنبرگ یه ذره متفاوت بود نقشش نسبت به اون سریالی که ازش دیده بودم. خلاصه داستان راجع به 2 تا پسرعموئه که مادر بزرگشون مرده، دارن میرن لهستان رو ببینن، دارن میرن یه جوری انگار خداحافظی کنن، انگار ودا کنن با مادر بزرگ که از دست دادن. 2 تا کاراکتر متفاوته. حالا کاراکتر یکیشون درونگرا، یکی برونگرا. اتفاقایی که میفته یعنی با هم مواجه میشن، با رفتارهای عجیب هم مواجه میشن. حالا یکیشون درونگرا یکیشون برونگرا و مواجه شدنشون با اتفاق، با محیط. ببین نمیدونم، فیلم خیلی ریتمش کند بود. من اصلا مخالف ریتم کند نیستم، ولی این از اون فیلم ها بود که نمیفهمیدم چرا انقدر ریتم کنده و یه ذره منو اصلا یاد چیزم مینداخت. فیلم نقشگی و PS5 روشن شد یک لحظه. اینا تو چجوری اینو روشن؟ کجا بودم؟ ریتم کند داشت. ریتم کند داشت. خب بندی های مینیمالیستی بود، بیشتر فضای معماری عکس نشون میداد. میگم اگه میخوان یه فیلم دیالوگ محوری که مثلا یه ذره راجع به کاراکتر و ذره شخصیت‌های درونی که چجوری با هم مواجه میشن و حالا یکی برونگرا یکی درونگراست و یکی دادم خداحافظی با ودا با سوگواری و فلان و اینا، ببینین بعدی نیست. حالا خیلی از منتقدا مثلا اینا چیز کردن، رفتم یه جا خوندم و اینا که شبیه کارهای وودی آلنه، ولی شاید یه جاهایی دوست داشت که شبیه وودی آلن باشه، ولی به نظرم بازیگرا و کاراکترهای وودی آلن خیلی طنازیشون، طنزش و خود وودی آلن خیلی دلنشین تره. تو سلیقه من نبود، ولی اگه دوست داشته باشید همچین فیلمایی ببینید، ملو، خیلی ملو. حالا ولی بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید دیگه. حالا این فیلمایی که حالا جدیدتره به پیشنهاد خودتون به سالهای گذشته دارم میبینم و دارم بهتون معرفی میکنم دیگه. این از اینا. سالاد امشب کاهوپیچ داریم. کاهوپیچ رو میدونیم که نمیشورن، همین چند برگ از روشو برمیدارن و با دست، ما تو کلاس آشپزی بهمون گفتن با دست، به خاطر اینکه فلز با کاهو باعث زرد شدن و قرمز شدن کاهو میشه، بعد باعث بدمزه شدنش و اون خاصیتش هم ازش میگیره. ولی خب این وسطش رو مثلا باید در بیارید دیگه. که حالا من اونجا که دورم هم کردیم، حالا سعی میکنم یه چیزاشو بکنم دونه دونه. آقای فیلم بردار به من گفت اگه میخوای کمکت کنم، ولی گفتم نه، من خودم جردیم، خودم جهنمانم. خلاصه اینکه آره، ولی نمیدونم فیلم چجوری بود، نمیتونم بگم فیلم بدی بود، ولی حالا دیگه ببین احساس کنم اینجور فیلم ها رو انگار مثلا کارگردانه که مثلا اون چیزی که تو ذهنشون شخصی میسازن، یعنی صرفا سینما نیست، یه سری مثلا ایده ها تو ذهنشون، یه سری حال و هوایی که خودشون دارن. یعنی من درک میکنم شاید مثلا پس فردا منم بخوام یه فیلم مثلا بسازم از حال و هوای خونم، فکری، فلسفی که تو ذهنمه و شاید خیلی هم خوششون نیاد. بیشتر احساس میکنم همچین چیزی بود. و این بازیگر کران کالین هم که دقیقا این سریال براس بود. یه خلاصه این که آره دیگه. حالا یه فیلم دیگه میخوام ببینم که نمیگم این بله. خب امپکاو بسته دیگه. آره دیگه. این سسش هم که یه بود توضیح دادم که با ماست ایسلندی درست میکنم. سسای سالادم رو 100% با ماست ایسلندی، سویا،
و روغن زیتون و اینا که حالا آماده کردم. حالا میتونید سبزیجات این شیوید و یا این مثلا ریحون و حتی آووکادو داشته باشید. یه سه جذاب دیگه که داره لوبیا. دست کاهو انقدر که بیشتر نمی‌کنید. این سالاد لوبیا داره، مقدار زیادی لوبیا خیلی خوشمزه‌اش میکنه. حالا لوبیا رو میتونید هم خودتون درست کنید، هم میتونین که کنسروش رو بگیرین دیگه. بستگی به حس و حالتون داره که چقدر هم بیارید. اینم از لوبیاش. تخم مرغ داره، 2 تا تخم مرغ آبپز داره که من این کاهو رو همین مقدار بس دیگه میذارم جا. حالا بعداً جمعش میکنم اونجا که نمیخوام دیگه شلخت بشم. سعی میکنیم خیلی با لطافت با تخم مرغ برخورد کنیم. اینجوری لطافت همو دیدی؟ ببین که آخه من هیچ روحی لطیف خاصی ندارم. چرا دارم به خدا. قیافم غلط اندازه. من واقعا برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن در وهله اول منو میبینن که چقدر خشنه، این از این آدم مغروراست، این از این آدم نه، واقعا آدمم خیلی احساسی هستم. تیکش آدم واقعا احساسی هستم. خب حالا دیگه هر کسی یه جوری نشون میده دیگه. مثلا من با همین فوت مادر بزرگم میگم تجربه که داشتم چند سال پیش با نسبت به امسال یه جوری متفاوت تری دارم احساساتمو نشون میدم دیگه. بله به این صورت. گارنیش هم خیلی از من نخواد. یه چیز دیگه که خیلی جذابش میکنه به نظر من به نظرم توی خب تخم مرغ نرمه، لوبیا نرمه، نیست خشخشی میخواد دیگه. کاهو هم حالا خیلی چیزی چوب اونقدر کالری هم نداره. اینجا کثیف شد. چوبشور هم مثلا میتونیم بریزیم، خیلی خوشمزه‌اش میکنه. ولی من واقعا چوبشور خیلی میخوام، چوبشور و کشک. دهنم داره آب می‌ریزه. بچه شکمویی نبودم من. چطور شد که اینطوری شده؟ آره خلاصه این که اینم از سسش هم که بهتون گفتم سس رو گوشم توی یخچال. خب دیگه حال نداشتم الان بیارم این شکلی. سالادم علامه وقت میشه روشن که زنی چیز داره. کنجد داری؟ کنجد داریم. وای اون سری به دانه سیاه چی گفتن؟ نه سیاه دونه رو گفتم دانه سیاه. داشتیم سوشی درست میکردیم با دوستامون و اینا. من اینجوری کم چیزه دانه سیاه بدیم. گفتم همون منظورم سیاه دونه. از اون تموم شد. ولی خب همین کنجد هم میتونه خیلی خوشگلش کنه و خوشمزه‌اش کنه. برید درست کنین، کیف کنین، بخورین. غذای سالم، رژیمی، سرشور از پروتئین و اون زردش هم میگن که خیلی چیز نداره. حالا نه برای وزن من اینجوریه. اون فیلم رو اگه دوست داشتین حتما بریم ببینین. حتما میذارم اینجا. همین دیگه. یا مثلا دمون معلومه. خیلی خوب. تا یه چند دقیقه سینمای دیگه با من یعنی نگین زاکری. خدافظ.